به نام خدا. داستان جذاب و شنیدنی پسر پادشاه و دختر کوچک خارکن. خارکن پیری بود که 2 دختر داشت، یکی خوشگل و مهربون و دیگری بدگل و بدجنس. روزی خارکن پیر برای کندن خار به صحرا رفت و دختر کوچکش را که همان دختر خوب و مهربان بود با خودش برد. خارکن خار می‌زد و دخترش خارها را جمع می‌کرد و روی هم می‌گذاشت و می‌بست. اتفاقاً روزی همانطور که این پدر و دختر مشغول خارکنی بودند، پسر پادشاه به شکار می‌رفت و از پهلوی آنها گذشت. چشمش که به دختر افتاد، از زیبایی و رعنایی او از تعجب انگشت به دهان گرفت و پیش خارکن رفت و گفت: ای پیرمرد، این دختر کیه؟ پیرمرد خارکن گفت: دخترمه. پسر پادشاه گفت: دختر قشنگی داری، ولی حیف است خارکنی کنه. پیرمرد که پسر پادشاه رو به جا نیاورد گفت: ای آقا، ما مردم فقیری هستیم و باید همه ما کار کنیم. پسر پادشاه چیزی نگفت و رفت. فردا باز هم پسر پادشاه آمد و با پیرمرد شروع به حرف زدن کرد. پیرمرد هم تمامی زندگانیش را برای او تعریف کرد و گفت که فقط 2 دختر داره و تنها آرزویش خوشبختی آنهاست. چند روزی گذشت و هر روز پسر پادشاه پیش خارکن می آمد و با او حرف می زد. پیرمرد خارکن که می ترسید این مرد غریبه نسبت به دخترش نظری داشته باشد که هر روز به صحرا می آید، دیگر دخترش را به صحرا نیاورد، ولی پسر پادشاه هر روز می آمد. یک روز پسر پادشاه گفت: پیرمرد، وقتی تو دخترت را به صحرا می آوردی کارت زودتر تمام می شد، چرا او را نمی آوری؟ پیرمرد گفت: مریض است. پسر گفت: به من دروغ نگو، من از دخترت خوشم آمده و می خواهم او را با خودم ببرم. مرد خارکن که هنوز هم پسر پادشاه را نشناخته بود گفت: ولی من دخترم را به تو نمی دهم. پسر گفت: من به تو یک معما می گویم، اگر توانستی حلش کنی که هیچ، و الا من دخترت را می برم. پیرمرد خارکن به التماس افتاد ولی فایده نداشت. پسر پادشاه گفت: کاسه چینی آبش 2 رنگه و تا فردا هم به تو مهلت می دهم. پیرمرد به خانه رفت. خیلی خسته و ناراحت بود. دختر بزرگتر پرسید: پدر جان چی شده؟ گفت: هیچی. دختر کوچک آمد و پرسید: پدر جان چی شده؟ گفت: هیچی. ولی دخترها آنقدر اصرار کردند تا پدرشان همه ماجرا را برای آنها تعریف کرد. دختر بزرگ گفت: به من چه مربوط است؟ اگر جوابش را دادی که هیچ، و اگر ندادی خواهرم را میبرد، به من کاری ندارد، و به دنبال کارش رفت. دختر کوچکترش گفت: پدر جان ناراحت نباش، من جواب این معما را میدانم، تخم مرغ است. پیرمرد خوشحال شد و فردا به پسر پادشاه همین جواب را داد. پسر گفت: از امروز به تو 40 روز مهلت میدهم تا برایم قبایی از برگ گل بدوزی. و این حرف رو گفت و رفت. مرد خارکن ناراحت‌تر و غمگین‌تر به خانه برگشت. دخترش پرسید: مگر جواب معما غلط بود؟ پیرمرد گفت: نه، ولی حرف بزرگتری به من گفت. دخترش پرسید: چی؟ پیرمرد گفت: آن مرد از من قبایی از برگ گل خواسته. دختر گفت: باز هم ناراحت نباش، خدا بزرگ است، جواب این معما را هم پیدا می کنیم. 39 روز گذشت، فقط 1 روز دیگر باقی مانده بود. پیرمرد خیلی ناراحت بود و هنوز قبایی ندوخته بود. دخترش گفت: فردا که رفتی اگر آن مرد آمد به او بگو تو برایم از تخم گل نخ بیاور تا من برایت قبایی از برگ گل بدوزم. فردا که پیرمرد خارکن به صحرا رفت، پسر پادشاه هم آمد و گفت: قبای مرا دوختی؟ پیرمرد گفت: تو از تخم گل برایم نخ بیاور تا از برگ گل برایت قبا بدوزم. پسر پادشاه گفت: آفرین بر استادت، رحمت بر استادت. خب بگو این جواب را چه کسی به تو یاد داده است؟
پیرمرد حاضر نمیشد بگوید، ولی پسر پادشاه خودش را معرفی کرد و گفت حالا بگو چه کسی به تو یاد داده، وگرنه آفتاب فردا را نخواهی دید. پیرمرد گفت دخترم. پیرمرد سوار بر اسب پسر پادشاه شد و با او به شهر پسر پادشاه رفتند. پسر پیش پدرش رفت و همه چیز را برای او تعریف کرد. پادشاه از هوش آن دختر متعجب شد. پسر گفت اگر اجازه بدهید من با این دختر ازدواج کنم. پادشاه راضی شد، ولی زن پادشاه گفت عروس من باید علاوه بر هوش خوشگل هم باشد. پسر گفت خوشگل هم هست، ولی زن پادشاه گفت من باید مطمئن شوم. بعد سیبی به پیرمرد داد و گفت این رو به دخترت بده و بگو یک گاز بزنه. یک جفت کفش هم داد و گفت این رو هم به پای دخترت کن و کنیزی هم به همراه پیرمرد خارکن فرستاد. پیرمرد به خانه رفت. دختر کوچکش به هاما رفته بود. دختر بزرگ از پدرش پرسید کجا بودی؟ پیرمرد همه چیز را گفت. دختر با خودش فکر کرد که چرا من زن پسر پادشاه نشوم و سیب را از دست پدرش گرفت و سیب را یک گاز زد. ولی چه گازی! پناه بر خدا! با همان یک گاز نصف سیب را خورد. کفش را گرفت که پایش کند، ولی از بس پایش بزرگ بود کفش پاره شد. کنیزک کفش و سیب را برداشت به قصر پادشاه رفت و همه چیز را تعریف کرد. زن پادشاه گفت من سیب فرستادم که او یک گاز بزند تا ببینم دهانش چقدر است و دهان این دختر کاروانسراست. کفش ظریف و خوبی دادم که ببینم پایش چقدر است، ولی پاهای او از پاهای شتر هم بزرگتر است. پسر پادشاه گفت ولی من خودم او را دیدم. دختر خوشگل و ظریفی است، ولی خیلی اصرار کرد که اجازه بدهند با این دختر عروسی بکنه. پادشاه که همین یک پسر را داشت راضی شد و زن پادشاه هم اگرچه راضی نبود ولی رضایت داد. پسر پادشاه رفت و پیرمرد خارکن و دخترهایش را به قصر آورد. دختر بزرگ که میدانست چه کرده خودش را زیر نقاب قایم کرد و به صورت خواهر کوچکش هم نقاب زد. جشن مفصلی برپا کردند. دختر بزرگ به پدرش گفت که نباید به پسر پادشاه بگوید که این دختر بزرگش است. عروس داماد را به حجله بردند. پسر همین که تور رو روی صورت عروس برداشت چشمش به دختری افتاد که او را تا به حال ندیده بود. پرسید تو کی هستی؟ اینجا چی میکنی؟ دختر که فکر نمی کرد پسر خواهرش را دیده باشد گفت من دختر خارکن هستم. پسر پادشاه گفت ولی تو آن دختری که من دیدم نیستی. دختر خارکن که دید چاره ای ندارد مجبور شد راستش را بگوید. گفت من خواهر بزرگتر او هستم و او الان توی قصر شماست. پسر پادشاه پیش خارکن رفت و گفت تو را به سزای عمل زشتت میرسانم. پیرمرد خارکن دختر کوچکش را به دست پسر پادشاه سپرد و از او طلب عفو کرد. دختر خارکن هم از شوهرش خواست که پدرش را ببخشد. پسر پادشاه خارکن را بخشید و به او مال و دارایی فراوان داد و همگی خوش و شاد زندگی کردند. اگه از این ویدیو خوشتون اومد، توی ویدیوی بعد قرار هست درباره مردی که تصمیم گرفت کتابی بنویسد به اسم مکر زنانه صحبت کنیم و اگه دوست دارید اون داستان هم ببینید و بشنوید یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو فشار بدید.